سلام. همین الان این گلدوزیم تموم شد. امروز هوا ابریه، یه جوری خیلی گرفته، اصلا مناسب فیلم گرفتن و اینا نبود، ولی دلم میخواست که شما حتما ببینینش. همینجوری دا خیلی خوب شده و من نمیدونم الان شما دارین توی فیلم چی میبینین، ولی آقا از من قبول بکنین یه سری جاهاش نخهای زری داره که برق میزنه، خیلی خوبه. اینو میخوام تبدیلش بکنم به یه آویز درخت کریسمس و اگه پستای قبلی رو دیده باشین، اولین آویز اینه. یه دختر خیلی خوش‌ذوق اومد این دکمه زمستون رو برام فرستاد، گفتش که میشه اینو برای من تبدیل به آویز درخت کریسمس بکنی و من یادم افتاد که من سالهای قبل یه سری دکمه ها رو آویز میکردم برای جلوی آینه ماشین و این قابای چوبی رو گرفته بودم که ایده آویزون کردن دکمه ها کار بکنم، یادم رفته بود اصلا. بعد تا این دختر گفت یهو یاد اینا افتادم و بهش پیشنهاد دادم و اونم قبول کرد و این شد اولین آویز درخت کریسمسمون. بعد چون موضوعش درخت کریسمس و اینا بود، دوباره یادم افتاد که من چند سال پیش توی این دفتره که میشناسینش همتون یه طرحی زده بودم، طرح کریسمسی و اینا، و اینم باز نشده بود که گلدوزیش بکنم. خلاصه این سفارش آویز کریسمس و کلا الان حال هوای این روزا که نزدیک کریسمسه یادم آورد که طرح گلدوزی بکنم و خیلی دوستش دارم. اینجا مثلا یه بازار شامیه که نمیدونی. الان باید بشینم اینجا رو مرتب بکنم و برم سراغ طرح بعدی که بدوزم. خیلی خوشگل شده. ببین تو عکس و فیلم ها معلوم نیست، یعنی من هر چی هم تلاش بکنم باز تا از نزدیک نیایی ببینی اینو متوجه نمیشی، ولی دیگه همین از دستم برمیاد که حالا یه عکس و فیلمی بگیرم و گزارش کاری بدم که من دارم چی کار میکنم، وگرنه که واقعا باید اینا رو از نزدیک ببینیم. حیف خودم.